برای این هفته قسمتی از داستان بلند آورا نوشته کارلوس فوئنتس با ترجمه عبدالله کوثری رو برایتان میخونم. در روزنامه ای آگهی میخوانی، چنین فرصتی هر روز پیش نمی آید. میخوانی و باز میخوانی، گویی خطاب به هیچ کس نیست مگر تو. حتی متوجه نیستی که خاکستر سیگارت در فنجان چایی که در این کافه ارزان قیمت و کثیف سفارش داده‌ای میریزد. بار دیگر میخوانیش: آگهی استخدام، تاریخدان جوان جدی با انضباط، تسلط کامل بر زبان فرانسه محاوره‌ای. جوان تسلط بر زبان فرانسه، کسی که مدتی در فرانسه زندگی کرده باشد مقدم است. 4000 پزو در ماه، خوراک کامل، اتاق خواب و کار راحت. تنها جای نام تو خالی است. این آگهی میبایست 2 کلمه دیگر هم میداشت، 2 کلمه با حروف سیاه بزرگ: فیلیپ مونترو. مورد نیاز است. فیلیپ مونترو، بورسیه سابق در سوربن، تاریخدانی انباشته از اطلاعات بی ثمر، خو کرده به کندوکاو در لابلای اسناد زرد شده، آموزگار نیمه وقت مدارس خصوصی، 900 پزو در ماه. اما اگر چنین آگهی را می‌خواندی، بدگمان می‌شدی و آن را شوخی می‌گرفتی. نشانی دونسلس 815. شماره تلفنی در کار نیست. شخصاً مراجعه کنید. انعامی روی میز میگذاری، کیفت را بر میداری، بر میخیزی، در این فکری که شاید تاریخدان جوان دیگری درست در وضع تو همین آگهی را دیده، بر تو پیشی جسته و همکنون این شغل را به دست آورده است. به سمت چهارراه میروی و میکوشی این فکر را فراموش کنی. ایستاده به انتظار اتوبوس، تاریخ‌هایی را مرور میکنی که باید حاضر و آماده بر نوک زبانت باشد تا شاگردان خواب‌آلود احترامت را نگه دارند. اتوبوس نزدیک می شود و تو به نوک کفش های سیاهت خیره شده ای. باید آماده باشی. دست در جیب می کنی، میان سکه ها می گردی و سرانجام 30 سنتاوو بیرون می آوری. باید آماده باشی. به دستگیره چنگ می زنی. اتوبوس از سرعتش می کاهد اما نمی ایستد و بالا می جایی. با فشار راهی باز می کنی، 30 سنتاوو رو به راننده می دهی و خود را میان مسافرانی که در وسط اتوبوس ایستادند جا می‌کنی. دستگیره بالای سرت را می‌گیری، کیف را تنگتر زیر بازوی چپت می‌فشاری و بی اختیار دست چپت را بر جیب پشت که دسته اسکناس‌هایت در آن است می‌گذاری. امروز نیز درست مانند هر روز دیگر است و تو تا صبح فردا که در همان کافه می‌نشینی و صبحانه‌ای سفارش می‌دهی و روزنامه را می‌گشایی، آگهی را به یاد نمی‌آوری. بخش آگهی‌ها را باز می‌کنی. آگهی دوباره آنجاست: تاریخدان جوان. هنوز کسی این کار را نگرفته. آگهی را دوباره می‌خوانی و بر کلمات آخر درنگ می‌کنی: 4000 پزو. عجیب است که هنوز کسی در خیابان دونسلس زندگی می‌کند. همیشه فکر می‌کردی که هیچ کس در مرکز قدیمی شهر خانه ندارد. آهسته گام برمی‌داری و می‌کوشی در آن مجموعه ناموزون خانه‌های قدیمی مستعمراتی که همشان به مغازه‌های تعمیرکاری، جواهرفروشی، کفاشی و داروخانه بدل شده‌اند، شماره 815 را بیابی. شماره‌ها تغییر کرده، رنگ شده و مغشوشند. شماره 13 کنار شماره 200. پلاکی قدیمی با شماره 47 روی نوشته کژوکوژی با زغال محو شده، 924 فعلی. به طبقه دوم ساختمان ها نگاه میکنی. آن بالا همه چیز چنان است که بوده. گرامافون های خودکار مزاحم آنجا نیست. نور چراغ های جیوه‌ای خیابان به آنجا نمیتابد. کالاهای ارزانی که در راستای خیابان فروخته میشود تأثیری بر آن بالا ندارد. بر هماهنگی بی‌تناسب سنگ‌های تراش خورده، قدیسان سنگی از شکل افتاده با فوج کبوتران بر گرد شانه‌شان، بالکن‌های مشبک، ناودان‌های مسین، ناودان‌های از سنگ سیاه با صورت انسان و حیوان، بر پرده‌های سبزگونی که پنجره‌های دراز را تیره‌تر می‌نمایاند و بر پنجره‌هایی که چون به آنها می‌نگری کسی خود را از کنارشان پس می‌کشد. به نقش خیال انگیز گل و بوته‌های کنده شده بر سردر چشم می‌دوزی و آنگاه به پایین به دیوار فرسوده می‌نگری و شماره 815 قبلا 69 را می‌یابی. با تق گنگ کوبه در را به صدا در میاری و کله مسین سگی چندان ساییده و صاف که همانند کله جنین سگی است در موزه علوم طبیعی، گویی صورت سگ به تو نیشخند می‌زند. دست از این فلز سرد بر می‌داری. در با نخستین فشار انگشتان تو باز می‌شود. اما پیش از آن که به درون روی، آخرین نگاه را از فراز شانه به صف بلند اتومبیل‌های مانده در جا
میاندازی که خرخر میکنند، بوق میزنند و دود مسموم بیتابی خود را میپراکنند. میکوشی تصویری از این دنیای بی‌اعتنای خارج برای خود نگه داری. در را پشت سر میبندی و چشم به تاریکی دالانی سرپوشیده میدوزی. این باید حیاتی یا چیزی مثل آن باشد، چرا که میتوانی بوی گل، رطوبت گیاهان، ریشه‌های در حال پوسیدن و عطری خواب‌آلوده و سنگین را بشنوی. نوری نیست که راهنمایت باشد. در جیبت به دنبال کبریت میگردی که صدایی تیز و نازک خطاب به تو میگوید نه، لازم نیست، خواهش میکنم. 13 قدم به جلو بردارید. در طرف راستتان به پلکانی میرسید. لطفاً بالا بیایید. پله ها 22 تاست. بشماریدشان. 13 قدم سمت راست، 22 پیچیده در بوی نمناک گیاهان گامهایت را میشماری. نخست بر سنگفرش گام میگذاری و آنگاه بر چوبی که زیر پا مینالد و در اثر رطوبت اسفنجوار شده است. 22 پله را زیر لب میشماری. آنگاه میایستی، قوطی کبریت در دست و کیف به زیر بغل. بر دری که بوی کاج کهنه میدهد میکوبی. کوبه ای بر در نیست. سرانجام به فشاری در را باز میکنی. اکنون فرشی را زیر پایت حس میکنی، فرشی نازک که ناجور پهن شده. پایت بر رویش میلغزد و چیزی نمانده که بیفتی. آنگاه نور خاکستری ملایمی را میبینی که برخی چین و شکنهای فرش را آشکار میکند. صدا میزنی خانم، چرا که گویا به یاد میاری که صدای زنی را شنیدی. خانم. حالا لطفاً به سمت چپ بپیچید. در اول. در را میگشایی. انتظار نداری که دری قفل باشد. همه درها به فشاری باز میشوند. رشته های پراکنده نور در پلک‌هایت در هم میتند، چنان که گویی از پس توری ابریشمین به آنها نگریسته ای. همه آنچه میبینی مشتی رشته نور لرزان است. سرانجام میتوانی ببینی که این رشته های نور از شمع‌های نظری است. این رشته‌ها پرتوی پرید رنگ بر اشیاء نقره‌ای، تنگ‌های بلورین و آینه‌های با قاب‌های مطلا می‌افکند. آنگاه در نیمه روشنای بالای اتاق خواب را می‌بینی و جنبش ناچیز دستی را که گویی به اشاره می‌خواند. اما تا به آن کهکشان نورهای مذهبی پشت نکرده‌ای نمی‌توانی چهره این زن را ببینی. سکندری خوران به پایین تخت می‌روی. برای آنکه به بالای آن برسی باید دورش بزنی. پیکری نحیف که انگار در پهنه آن گم شده است. دستت را که دراز می‌کنی دستی دیگر را نمی‌یابی. گوشها و موی پرپشت موجودی را حس می‌کنی که پیوسته و آرام مشغول جویدن است و با تابش سرخ چشمانش تو را فرا می‌نگرد. لبخند می‌زنی و خرگوش را که کنار دست زن قوز کرده است نوازش می‌کنی. سرانجام با او دست می‌دهی و انگشتان سردش زمانی دراز در پنجه عرق کرده تو می‌ماند. من فیلیپ مونترو هستم. آگهیتون رو خواندم. بله میدونم. ببخشید اینجا صندلی نیست. همینطوری خوب است، نگران نباشید. بسیار خوب، خواهش میکنم بگذارید نیمرختان را ببینم. نه اینطوری نمیتونم خوب ببینمتون. به طرف نور برگردید. بله اینطوری عالی است. من آگهیتون رو خوندم. بله البته. فکر میکنید برای این کار مناسبی؟ تحصیلاتتون را تمام کرده ای؟ بله خانم. بله در پاریس. آه بله، خوشحال میشوم که بشنوم. همیشه بله میدونید آنقدر عادت کرده بودیم. و بعد کنار میروی به گونه ای که پرتو شمع‌ها و بازتاب نور در نقره و بلور سربندی ابریشمین را آشکار میکند که بیگمان گیسوی بسیار سپید را میپوشاند و چهره ای را قاب میگیرد که چندان پیر است که کودکانه مینماید. تمامی پیکرش را ملفه ها و بالش های پر و یقه سپید بلندی که سفید و سخت بسته شده میپوشاند. تمامی پیکرش مگر ساعدش که در شالی پیچیده شده و دستهای چروکیده‌اش که بر شکم نهاده. تنها تا زمانی میتوانی بر چهرهش خیره شوی که جنبش خرگوش نگاه دزدانت را به خرده‌های نان پراکنده بر ابریشم قرمز فرسوده بالش‌ها جلب می‌کند. خب بهتره به اصل مطلب بپردازیم. از عمر من چیزی نمانده آقای مونترو. به همین دلیل تصمیم گرفتم اصلی را که همه عمر رعایت کرده بودم زیر پا بگذارم و در روزنامه آگهی دهم. بله منم به همین دلیل به اینجا آمدم. البته پس شما میپذیرید. دلم میخواد کمی بیشتر بدونم. بله تعجب میکنید. میبیند که به میز کنار تخت مینگری. بطری های با رنگ های مختلف، لیوان ها، قاشق های آلومینیومی، ردیف شیشه های قرص، لیوان های دیگر، همه آغشته به مایعاتی سپید رنگ
بر کف اتاق در دسترس او. آنگاه در میابی که تخت تنها اندکی بالاتر از کف اتاق است. ناگهان خرگوش از جای میجهد و در تاریک روشنا ناپدید میشود. من 4000 پزو به شما میدهم. بله در آگهی نوشته بود. پس چاپش کردن. بله چاپ شده بود. مربوط به خاطرات شوهرم است، ژنرال لیورنته. باید پیش از آن که بمیرم مرتب شود. دلم میخواهد منتشر شوند. چندی پیش تصمیم گرفتم. اما خود ژنرال چی؟ خودش نمیتونه؟ او 60 سال پیش مرد آقا. اینها خاطرات ناتمام اوست. باید پیش از آن که بمیرم تکمیل شود. اما من همه چیز را به شما خواهم گفت. شما نوشتن به سبک شوهرم را یاد میگیرید. کافی است که دست نوشته هایش را مرتب کنید و بخونید تا شیفته سبک او شوید. چقدر روشن، چقدر. بله میفهمم. ساگا کجایی؟ بیا اینجا ساگا. کی؟ مونس من. خرگوش؟ بله ساگا برمیگرده. آنگاه که چشمان به پایین دوختت را بالا میبری لبانش بسته است، اما تو میتوانید دیگر بار کلماتش را بشنوی. برمیگردد. چنان که گویی پیرزن همان لحظه این کلمات را بر زبان آورده است. لبانش بی جنبش میماند. به پشت سر مینگری و درخشش اشیاء مذهبی کم و بیش کورت میکند. چون دیگر بار به او مینگری میبینی که چشمانش بسیار فراخ، شفاف، نمناک و درشت است. کم و بیش هم رنگ سپیدی زردی گرفته گرداگرد آنها، چنان که تنها نقطه های سیاه مردمک ها این شفافیت را برهم میزند. دمی بعد چشمها در لایه های سنگین پلک های فرو افتاده گم میشوند. گویی پیرزن میخواسته نگاهی را که اکنون در ژرفای حفره‌های خشک چشمهایش پنهان است حفظ کند. پس شما اینجا میمونید. اتاقتون طبقه بالاست. اون بالا آفتابگیره. شاید بهتر باشه مزاحم شما نشوم خانم. میتونم در همونجا که هستم بمونم و روی دستنوشته ها کار کنم. شرط من اینه که شما اینجا زندگی کنید. وقت زیادی نداریم. اگه میشد آورا. پیرزن برای نخستین بار از زمانی که به اتاقش پا گذاشته ای حرکتی میکند. چون دستش را دیگر بار دراز می کند، نفسهایی سراسیمه را کنار خود حس می کنی و دستی دیگر دراز می شود تا انگشتان او را بگیرد. بر گرد خود می نگری. دختری آنجا ایستاده است. دختری که تمامی قامتش را نمی توانی دید، چرا که بسیار نزدیک به توست و آمدنش بس ناگهانی بوده، بی کوچکترین صدایی. حتی آن صداهایی که شنیده نمی شوند، اما به هر حال واقعی هستند، چرا که دمی بعد به یاد می آیند. چرا که گذشته هر چیز رساتر از سکوتی هستند که همراهشان است. گفتم که بر می گردد. کی؟ آورا، مونس من، برادرزاده‌ام. دختر سری می جنباند و در همان دم خانم پیر حرکت او را تقلید می کند. ایشان آقای مونترو هستند. از امروز با ما زندگی خواهند کرد. چند گامی حرکت می کنی چنان که نور شمع‌ها کورت نکند. دختر همچنان چشمها را بسته و دستانش به پهلو آویخته است. نخست به تو نمی نگرد. آنگاه نرم چشم می گشاید، چنان که گویی از نور می ترسد. سرانجام می توانی ببینی که این چشمها سبز چو دریایند. موج می زنند، به کف می نشینند، دیگر بار آرام می شوند و آنگاه باز چون موجی برمی آشوبند. در آنها می نگری و با خود می گویی که این راست نیست، چرا که اینها چشمان سبز زیبایی هستند، همچون همه چشمهای سبز زیبایی که تاکنون دیده ای. اما نمی توانی خود را فریب دهی. این چشمها موج می زنند، دگرگون می شوند، چنان که گویی چشماندازی فرارویت می نهند که تنها تو می توانی ببینی و طلب کنی. بله، من با شما زندگی خواهم کرد.